کتاب تکه‌هایی از یک کل منسجم نوشته پونه مقیمی، صداگذاری مریم شالیها. صفحه 33 کتاب. تنهایی بخشی از زندگی است. تنهایی شبیه انسانی نامرئی است که در کنار ما و شانه به شانه ما همراهمان می آید. شبیه فردی است که همیشه حضور دارد اما دیده نمی شود. حس می شود اما همیشه پررنگ نیست. هست اما ترجیح می دهیم که فکر کنیم نیست. تنهایی بخشی از ما است، بخشی از وجود ما که با آن به دنیا آمده ایم. فرار ما از تنهایی شبیه فرار از خودمان است. شبیه به این است که می‌خواهیم بخشی از بدنمان را نپذیریم، چون دیدن و لمس کردن و حس کردنش دردآور است. فقط کافی است روزی مجبور شویم با آن بخش دردآور مواجه شویم. آن روز غمگینی خواهد بود، اما پس از آن پذیرش شروع می شود و زمانی که درد را پذیرفتیم، درد شبیه به جریانی بیدار کننده در ما می چرخد و از بدنمان بیرون می رود و ما تغییر را حس خواهیم کرد. زندگی با ما همین کار را خواهد کرد. زندگی گاهی ما را در تجربه‌هایی قرار می‌دهد که مجبور می‌شویم تا حدودی با آن بخش نامرئی ارتباط برقرار کنیم و زمانی که تنهایی را به عنوان بخشی از خودمان حس کنیم، شفا شروع می‌شود. شفا در لغت به معنای تندرستی و بهبود از مرض است. شاید مرض تمام آن رفتارهایی است که ما را از پذیرش و رها کردن دور می کند. ما هر از گاهی احتیاج داریم که با اتفاقهایی برخورد کنیم تا به آدمی توجه کنیم که در کنار ما ایستاده است و مدام می خواهیم انکارش کنیم و زندگی بسیار زیبا ما را در معرض تجربه ها قرار می دهد. تجربه هایی مملو از روبرو شدن با تنهایی. زندگی راه دیگری ندارد که مرض را از ما دور کند و ما راه دیگری برای روبرو شدن با درد نداریم. اجبارها و اتفاقها ما را آرام آرام با تنهایی روبرو می کند و فقط کافی است کمی صبورتر از قبل با این بخش نامرئی ارتباط برقرار کنیم. زمانی که با تنهاییمان دوست شویم، در میابیم نوع ارتباط برقرار کردنمان با آدمها تغییر می کند. وقتی از تنهاییمان فرار نمی کنیم، دیگر نیاز نداریم به آدمها پناه ببریم. حالا رابطه هایمان رنگ و بویی نیاز و خواهش ندارد. طعم ترس از دست دادن ندارد و قرار نیست آدمها شبیه توقعها و آرزوهای ما شوند. حالا آدمها را میبینیم، تنهایی آدمها را هم میبینیم و دست در دست تنهایی خودمان در کنار دنیای زیبای آدمهای دیگر قدم میزنیم و هر از گاهی به خودمان افتخار میکنیم که جایی در مسیر زندگیمان تنهاییمان را دیدیم و طردش نکردیم.